اینجاست، اومده عیادتت. خوش اومدی. الان حکمن ارواح همه عاشقای سرگشته عالم از فرهاد کوه شکن بگیر تا مجنون بیابونگرد جمع شدن تو وجود منو دارن دست افشونی میکنن. حتی موسی هم اومدشو نفرین کرد. تو چه جور آدمی هستی؟ با این همه بدی که من در حقت کردم هنوز دلت بدخواه من نیست. عشق تو برای من خالی از رنج و عذاب نبود، اما این برکت بزرگم داشت که برای اولین بار تو زندگی احساس غرور کنم. اون جماعتی که دیشب منو تو اون لباس تعزیه دیدن دیگه به چشم یه جوونه لاابالی عاطل و باطل و مردم آزار به هم نگاه نمی کردن. حیدر نرلات، حیدر چاله میدونی نرلات، همیشه متصل به شر و مرافع، دیشب شده بود یه واسطه خیر تا مردم فلک زده غم دل سوخته خودشونو با غم غریبی شهدای کربلا پیوند بزنن. مسبب یه همچه محبتی تو بودی شازده خانم. شازده خانم نه، یه موجود کابوس زده با خاطرات تلخ و وحشتناک، یه بوف تنهایی که تو خلوت و غریبی غربت خودش سالهای ساله که بو میکنه. چندون عجیب نی شازده خانومی که وقت کودکی متحمل اون همه مصیبت شده، حالا با نگاه غیظ و کینه و تحقیر به ریش عالم آدم بخنده. اما یادت باش زندگی مثل سکه‌ایه که دو رو داره. اگه یه روش بیرحمی و نامردیه، طرف دیگرش نقش مهر و محبتیه که تو اقلش یه چشمشو تو وجوده اون تعزیه خونه که جونتو نجات داد لمس کردی. اون تعزیه خون حالا دیگه تو وجود تو برام زنده شده. برای همینم اومدم اینجا که بگم من پیشنهاد ازدواج تو قبول میکنم.
دیگه نمیخوام به این بازی ادامه بدی. مهم اینه که ما بازی زندگی رو بردیم، چون که هنوز هستیم. وای که این حال برام نوعی فرج بعد شدت. مرده بودم زنده شدم. دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. فکرشو بکن، امشب با چه شور مضاعفی مجلس 10 تعزیه رو میخوام اجرا کنم. دیوونگی نکن. من که از حقم گذشتم. دیگه چه اصراری به ادامه داری؟ قسم به حرمت مهر و محبتی که منو هوایی تو کرد، دیگه نمیتونم توی این نقطه درجا بزنم. گوش بگیر ببین چی میگم. پاپه قائله دیشب، امشب حکمم کوچه محله از گزمه و اساس لملمه میزنه. گیر اینش رو بیفتی کم کمش چندین سال حبس و قل و زنجیره. کار حیدر از این حرفا گذشته شازده خانم. راستیتش این قصه با عشق تو شروع شد، اما حالا توی عشق بزرگتری ذوب شده. خدا اون آقای غریب و مظلوم میدونه چقدر خاطرتو میخوام. گلاب محبت تو بود که خلم داد وسط این معرکه، اما اینقدر با برکت بود که حالا دیگه نمیتونم مانع راهم بشه. یه امشبو میخوام بوی گلابو از خود گل بشنوم. به تنهایی من فکر کن. تنهایی تو، تنهایی من، تنهایی این ملت بینوا، جواب همه این تنهایی ها عشق حسینه. دکتر داره خوب بالا میاره. شیده 5 تا ناله خوب. آروم باشید خانم. با ضرب و شتمی که براش پیش آمده جای تعجب چندانی نیست. شما لطفاً همینجا بمونید. دیگه نمیخوام این ماجرا ادامه پیدا کنه. شما خودت این ماجرا رو شروع کردی دختر جون. اما حالا باید تموم شه خانم. اگه امشب دستگیرش کنم بعید میدونم زیر مشت و لگد اون ظالم ها دفون بیاره. انتظار شق و قمر از من نداشته باش دختر جون. حکمن اون یه صدایی شنیده. چه صدایی؟ صدایی که میگه کسی هست که به من کمک کنه. بیا سلام، بیا این گیزی رو بخور بعدم بگو تلو بزایی. ازت پولشو بدم. نه بابا پولاتو خرج نکن، تمام میشه گسته میکنی مهمان من.
سلام علیکم اشکری. علیک. بابا بریم تو سلماس. سلام علیکم. اون تو بخور بیا. چطوری معرضا؟ فرمایید. به این روزگار سلام علیکم. یاور دلنواز؟ آره خودمم.